آیا می دانستی؟ آیا می فهمیدی که 99% آدم های موفق زندگیشان فقط در 1 دقیقه تغییر کرده؟ شاید باور نکنی، اما همین 1 دقیقه که داری این ویدیو را می بینی و تماشا می کنی می تواند نقطه عطف زندگیت باشه. اما چگونه؟ مشکل اینجاست که ما فکر میکنیم تغییر زندگی به ماها و سالها وقت نیاز داره. منتظر یک معجزه خاص و بزرگی هستیم در زندگی خود. منتظر یک پیشنهاد کاری عالی و یا هم منتظر یک حادثه که خاصی که در زندگی ما اتفاق بیفته ما منتظر آنها می باشیم، در حالی که هر روز، هر ساعت، هر دقیقه، هر ثانیه از کنار همین لحظه های نایاب و همچنان لحظه های طلایی عبور میکنیم و متوجه نمیشیم و نمیبینیم امین لحظه ها را. میفهمی آنها در کجاست؟ در تصمیمی که فعلا میگیری. بگذار برات واضح تر بگویم.